قصرها نماد تمدن و قدرت، جلوه تاریخ و هنر معماری. قصر 40 ستون، کاخ دیدنی با قدمت بیشتر از 200 سال. جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت. زمانی که از دروازه ورودی باغ داخل می شوید، در انتهای باغ تنها قصر دیدنی با قصه و درازای تاریخی بیش از 200 سال و چشم می خورد. درخت‌های تنومند ناجو و منظره چشمگیر، چشم هر بیننده را به خود خیره نموده و به وی اجازه نمی دهد که به آسانی این قصر را نگاه کنند. باید به خاطر دیدن قصر باغ را تا انتهایش طی کنید. باغ و قصر 40 ستون، مساحت در حدود 30 هکتار زمین. تاریخ اعمار سال 1796 میلادی. موقعیت در 4 کیلومتری جنوب باغ بابر در دامنه کوهپایه های کوه شیر دروازه. مؤسس و تهدابگذار اولیه باغ و قصر 40 ستون شاه زمان. اسامی این باغ در طول تاریخ: قصر جهان نما، هندکی، هندکایی و 40 ستون. ساخت و ساز این باغ در پهنای تاریخ توسط زمامداران امور عبدالرحمن خان، حبیب الله خان و محمد ظاهر شاه. جنت 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 وطن واړوي د درستي نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت. قصر 40 ستون در منطقه‌ای که اکنون به نام 40 ستون مشهور است قرار دارد. این قصر در زمان حکمرانی شاه زمان در سال 1796 میلادی سنگ تهدابگذاری آن گذاشته شد. بنای اولیه آن در گذشته ها بار بار ویران و بازسازی شده است. نخست در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نامهای قصر جهان نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب الله خان و سپس ظاهر خان پادشاهان افغانستان این قصر را توسعه دادند. قصر 40 ستون قدامت تاریخیش بیشتر از 200 سال است که برمیگرده به شاه زمان. یعنی در 1796 میلادی رسما اولین بار سنگ بنای تهداب قصر گذاشته شد. قصر 40 ستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد که مساحت آن به 30 هکتار زمین می رسد. در زمان جنگ های داخلی این قصر ویران شده و در سال 2015 میلادی کار بازسازی آن آغاز و در سال 2019 دوباره افتتاح گردید و بر روی هموطنان بازگردید. بدبختانه در جریان جنگ‌های داخلی قصر خراب شد. دار و ندار خود از دست داد. 80% دار و نداری قصر جمع باغش از بین رفت. به همکاری مستقیم شاروالی محترم کابل و وزارت محترم اطلاعات فرهنگ به همون شکل به معیار اساسی و اصلیش اون چیزی که گاویده تاریخی تقاضا داره و خواسته میشه توسط انجینرهای داخلی ساخته شد، مرمت کاری شد، بازسازی و نوسازی شد. څنګه ساتلای د سروینو په قیمت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن اوس په پلاس کې وی قلم په څنګه تور. ساختار باغ 40 ستون. این قصر روی یک تپه سنگی قرار دارد. مواد ساختمانی آن از سنگ مرمر،
خشت، سمنت و آهن تشکیل شده است. در ابتدا این قصر با سایبانی که متشکل از 40 ستون در اطراف آن بود اعمار گردیده. بعد از بازسازی های اخیر تغییرات عمده‌ای در آن ایجاد گردیده و تعمیرات مدرن شامل سالن نمایش، هتل و چایخانه ها جهت پذیرایی و برنامه های فرهنگی به آن اضافه گردیده. جنت وطن غواړو د درستی نړۍ سیال تر ټولو چت وطن. در مورد این بنا همچنین باید گفت که تأثیر معماری یونانی در آن به وضوح دیده می شود. در طبقه زیرین اتاقهای برای نگهداری هدایا و آثار وجود دارد. در طبقه دوم از ورودی اصلی تا منتها الیه شرقی راهروی به سوی تالاری که یک ردیف ستون مرمرین و تاقچه های بزرگ دارد کشیده شده است. در منتها الیه غربی تالار اتاق کوچک قرار دارد که با گلدان های تزئین شده است. پنجره های بزرگ آن مشرف به قسمت غربی باغ است. قصر 40 ستون وقایع بسیار مهم در اینجا رخ داده که به شکل میمانخانه در اون زمان ازش استفاده می شده. عبدالرحمن خان در یک تغییرات را آورد، ستونا را اضافه کرد، برای بچهش به شکل تحفه داد که بچهش از ایوب الله خان از این قصر به شکل میمانخانه استفاده میکرد. میمانای بسیار خاص وی آی پی اینجا آمدن، از دیدن کردن، بودوباش کردن که در جمله میشه مرد میری دیورند بگیم برای گفتگوی مایده دیورند اینجا آمده. بریژنیف برای افتتاح سالنگ اینجا آمده بودوباش کرده بوده. ترومن رئیس جمهوری آمریکا اینجا آمده برای یک موضوع مهم امروی دولت مردای افغانستان هو وقت مذاکره کرده گپ زده. جنت 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 وطن غرونا د پامیر د. بازسازی اولیه این قصر در سال 1306 هجری شمسی در زمان حبیب الله خان شروع شد و بعد از 3 سال پایان یافت و حبیب الله خان آن را به سبب تعداد ستونهایش مجدداً 40 ستون نامید. باغ 40 ستون مدتها تفرجگاه مردم کابل بود. هنگامی که عبدالرحمن خان حضور داشت باغ را با چراغ‌های فراوان رنگی تزئین می‌کردند. این بنا برای سکونت مهمانان خارجی دولت نیز استفاده می‌شد. گفته می‌شود که مارتین دیورند رئیس هیئت تعیین خطوط سرحدی افغانستان و هند جهت امضای معاهده دیورند در همین قصر مدت 2 هفته را سپری نموده است. دلته براشد وی نظام د شریعت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت ساخت‌وساز جدید هم یک قسمت از باغ ساخت‌وسازهای جدید صورت گرفته که البته او به خاطر همین منبع عوایدی باغ است که برای باغ بتونه مثلا ما در باغ کانتینا ساختیم، دکانا ساختیم. البته ساخت‌وساز دکانا و کانتینا و یک رستوران کوچک ساخته شده و یک مجتمع دیگه که دفاتر است، همون آفیس بیلدینگ ما است، تعمیر شعبات دفاتر ما ساخته شده. همه‌اش به خاطر عواید از باغ، منبع خوبی عواید، جمع‌آوری عواید برای باغ باشه تا بتونه باغ خودکفاش از طریق عواید داخلی خود چی کنه باغ بشه. زینت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن اوکی لعلو نصر زخمونه گلونه شد. در باغ این قصر درخت‌های ناجو، توت، بید و گل‌های مرسل و چشم می‌خورد که به زیبایی این قصر می‌افزایند و مکان مناسبی را برای تفریح هموطنان ما مهیا نموده است. کار بازسازی این قصر دوباره در سال 2015 آغاز گردیده که در حدود 3 سال زمان برده است که توسط 600 کارگر و انجینیر صورت گرفته و یکی از بزرگترین بازسازی بناهای تاریخی در کابل می باشد که در طول جنگ‌های داخلی دهه 70 ویران شده بود. در قسمت بازسازی این قصر که تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست کلتوری شارولی کابل قرار داشت، کوشش گردیده
به منظور حفظ اصالت تاریخی آن قسمت‌های بجا مانده آن حفظ و با معیارات ساخت ساز اماکن تاریخی اعمار گردد. یکی از آبادهای تاریخی است که میشه این را نامینت کنی یا نامزد کنی برای جزء میراث‌های فرهنگی و میراث‌های فرهنگی نامزد شود، چون ساخت سازش مطابق اصول و معیارهایی که یک آباده تاریخی ساخته میشه ساخته شده، جور شده. شاد بر قبله ولړ اذان کوي لنډي مشاع عمر په ښکلای برکت وطن دا جنت. همچنان به منظور درآمدزایی و عرضه خدمات بهتر برای بازدید کنندگان این باغ مجتمع ورزشی، کتابخانه، سالن سرباز برای تئاتر و نمایش فرهنگی، رستوران و پارک بازی برای کودکان و محلات تفریحی برای خانواده ها به آن اضافه گردیده است. قصر 40 ستون در حال حاضر به یکی از تفریحگاه‌های پر ازدحام در شهر کابل تبدیل شده است و هر کس می تواند از این قصر تاریخی دیدن کند. براشد وی نظام د شریعت وطن دا جنت جنت وطن.